تاج‌الدین محمد بدرالدین، معروف به تاج‌الدین بابا، در 17 ژانویه 1861 در کامپیتی نایکپور زاده شد. کودک بود که پدر و سپس مادرش را از دست داد و نزد مادر بزرگ شد. در نوجوانی استعداد و کشش معنوی چشمگیری از خود نشان داد و در کنار تحصیل عربی، فارسی، اردو و انگلیسی به خلوت و سماع درونی گرایید. دیدار با قدیسان روزگار، به ویژه حضرت عبدالله شاه که لقمه‌ای به او داد و سفارش کم خوردن، کم خوابیدن، کم گفتن کرد، آتش طلب را در او شعله‌ور ساخت. در حدود 18 سالگی در ساگر با دیدار حضرت داوود چیشتی و نوشیدن جرعه‌ای چای به روایت مریدان به مقام اناالحق رسید و سالیانی در حالت جذبه و ناآگاه از خود زیست. رفتارش برای اطرافیان غیر عادی می نمود و سرانجام در 1892 به سبب حادثه‌ای عبور اوریان از زمین تنیس کلوپ انگلیسی‌ها به دستور مقامات بریتانیایی به تیمارستان ناگپور سپرده شد، جایی که بنا بود حبس ابد دیوانگان باشد، اما به دست او به میخانه عشق بدل شد. انبوه مردمان از مذاهب گوناگون برای تبرک و نظر به دیوارهای آن پناه می آوردند، تا آنجا که ورودی جدابانه‌ای برای دیدار او ساختند. نقل‌هایی از کرامتش بسیار از آن دوره برجاست، از آرام کردن دیوانگان و بهبود بیماران تا اشاراتی که مایه گشایش گرفتاران میشد. میان ارادتمندانش دکتر عبدالمجید خان رئیس تیمارستان و نیز مریم بی نام دارند. در 1908 راجا راهوجی را بوسله با سپردن ضمانت او را آزاد کرد و نخست در امارت شاکردرا و سپس در واکی شریف اقامت گزید. در واکی شریف به نماد بخش‌هایی تون دارالشفا، زیر درخت انبه، مدرسه، دادگاه و مسجد تعیین کرد تا هر صاحب نیازی به تناسب حاجت به آنجا رود. در همان سالها دیدارش با جوانی به نام مهربان که پیشتر نزد باباجان و نارایان ماهاراج نیز رفته بود، در حافظه مریدان ماند. جوانی که او بعدها گل بهشتی خواندش. تاج‌الدین بابا در 17 آگوست 1925 در خانه سرخ چشم از جهان فرو بست. آرامگاهش در تاج‌آباد ناگپور به روایت دوستدارانش کانونی از مستی الهی است. در نگاه پیروانش او تاج اسلام و قطب بود. میفروشی که میخانه‌اش را در میان دیوانگان گشود تا دیوانگی این جهان را به خدا مستی بدل کند. ای تاج‌الدین بابا، تو مرشد بزرگ مرتبه‌ای، به تو سر فرود می آوریم. می تو هنوز در دلهایمان جاری است. بر ما گل افشاندی و بر شاه ما تاج نهادی.